داستان سوم. ایوان خانه قدیمی. هوا گرگومیش بود، نه کامل شب نه کامل روز، از اون وقتایی که آسمون رنگ آبی محوی داره و نور انگار نمیدونه بمونه یا بره. ایوان چوبی خانه هنوز گرم بود از آفتاب عصر. کفپوشا کمی ساب خورده بودن، با رد سالها قدم زدن و یه جیر آرام وقتی پا میذاشتی روشون. صندلی رق کنار ستون، همون جایی که همیشه بود، و باد ملایمی که پرده سفید و نازک رو از در نیمه باز به نرمی میکشید تو ایوان و بعد پسش میداد. بوی خاک، بوی برگ خیس و بوی شیرینی گم شده‌ای که نمیفهمی از کجاست تو هوا بود. سقف ایوان پر از صدای گنجشکایی بود که خسته شده بودن ولی هنوز نخوابیده بودن. صدای نرم مثل خاطره‌ای که وسط خواب میاد سر بزنه. یه لیوان چای نیمه گرم روی میز بود، دست نخورده، ولی مهم نبود. همه چیز سر جاش بود، مثل یه تصویر بی‌نیاز از تغییر. روبرو حیاط تاریک‌تر می‌شد. صدای آب توی جوی باریک کنار باغچه هر چند لحظه یه بار شنیده می‌شد. آروم، بی‌عجله. از دور صدای قطاری هم رد شد، نه واضح، فقط مثل یه صدای مبهم، یادآور این که دنیا هنوز داره می‌چرخه. اما اینجا همه چیز ایستاده. باد یه برگ خشک رو آورد تا لب لیوان، بعد بی صدا با خودش برد. همه چیز نرم بود، نرم و بی وزن، مثل لحظه‌ای که پلکات خسته میشن ولی نمیخوای ببندیشون. میشه تو اون صندلی نشست، چشم‌ها رو بست و فقط گوش داد به صدای چوب، به صدای باد، به جیرجیرک، به سکوتی که سنگین نیست، آرومه. و کم کم همه چی محو میشه. تصویرها، صداها، فکرها، و تنها چیزی که میمونه یه ایوونه، یه باد ملایم و یه خواب که با لبخند میاد سراغت.